وقتی که یه همچین چیزی رو توی یخچالتون داشته باشید، دیگه هیچ بهونه‌ای ندارید که من صبحونه ندارم یا وقت ندارم که صبحونه درست کنم. یه دونه ماست ایسلندی لازم داریم، نصف موز و گرانوله‌ای که دوست دارید. این گرانولا از برند چاربان کمترین کالری رو بین بقیه مدل‌هاش داره. اگر که رژیم هستید و کالریتون رو میشمرید، بهتره که قبل از هر چیزی موادی که میریزید رو وزن کنید. حالا می‌خوایم 30 گرم از این گرانولا بریزیم. می‌بینید که تقریباً 30 گرم این گرانولا میشه 3 تا قاشق غذاخوری سرخالی. بعد موز یا میوه دلخواهتون رو که کالریش رو خودتون میدونید توی ظرفتون بریزید. نصف موز من حدود 65 گرم شد. بعد 3 قاشق غذاخوری هم از این ماست ایسلندی میریزیم. صافش میکنیم. این وعده رو میتونید با توت فرنگی، بلوبری و بقیه میوه هایی که کم کالری هستن هم درست بکنید. برای عطر و طعم بهترش من دوست دارم که بهش دارچین اضافه کنم. میتونید یه وعده خوب پروتئینی داشته باشید که تا ظهر معمولا سیر نگهتون میداره. میره توی یخچال تا فردا صبح. کالری و ارزش غذایی این صبحونه رو کامل توی کپشن نوشتم.